داشته باشه. خب یک قصه یک بچه که کم جرأت براتون میگم. خب قصه بچه کم جرأت. خب یک بچه بود بسیار کم جرأت بود و خوشم بود که در تلویزیون ها زنگ بزنه و به کس خواندن تقدیم کنه و یک خواندن فرمایش بده. همین دیگه بزرگترین مصروفیتش بود. دیگه خمار میگه بود. بالاخره یک روز فامیل جای میرفت و اینا گفتن خانه رو فکر تبیری خصوصا نمی خلطه نسوار بابیته که خودی جور میکنه امیر متوجه باشی. اگر هم اطلاع را برد خیره، اگر کمی نسوار بابیته نبره که حساب خرابی میشه که با جور کدگی دست خودش که اگر صد دیگه از بوی میگنی واسه نسوار خانگی که در دان مار پرتی جای به جای میکنه. خب امی فکر طبیعی خب برو سعی دلتان جمع باشه. یک را یادش آمد که والا امی زنگ اینم امروز باید از بزنم. خود تصادف زنگ زد، رخ شد به کدام تلویزیون یا رادیو. اون نطاق برش گفت بله بفرمایید کسی از کجا گپ میزنید. چون کم جرأت بود گفت بله بفرمایید کسی. گفت نخواد. گفت از کجا صحبت میکنی؟ گفت از شهر سربخات. گفت بسیار خوب. گفت چی مصروفیت داری؟ گفت زندگی میکنم. گفت زندگی کلگی میکنه. مصروفیت کار باره. گفت دمام یخ میفروشم. این نطاق والا جب آدم گیر کردم. خوب آدم گیر کرد. گفت چطور در زنانه در مردانه؟ گفت والا 3 روز در زنانه میفروشم 3 روز در مردانه. والا گفت چقدر خوب. پریزک بوده که در دو هم کار میکنه. گفت خب هفته روز است یک روز دیگه چی میکنی؟ گفت تو روز که در زنانه کار میکنم من قلط میخورم یک روز بستر هستم. گفت لط میخورم یک روز بستر. نطاق دید که والا ماشی میلاوده است یا کم جرأت است. گفت خب بگو آهنگ فرمایشی تا. گفت یک خواندنک از فیلم هندی. گفت از کدام فیلم؟ گفت از فیلم نینو نینو. بازی نطاق غیرمون که فیلم نینو نینو. گفتم این نشانی بگو از کدام؟ گفت نمو که دختر فیلمش میخوره کینو. بازی نطاق غیرمون که کدام فیلم دختر فیلمش کینو میخوره. گفت میشه که کدام خواندنشه؟ گفتم می خواندن نینو نینوشه. خوی گفت که میشه که یک زمزمه کنی تا ما بفهمیم که کدام خواندن است. گفت ها میشه. خوی بچه گلون خدا صاف کرد بسیار با جرأت. او نینو نینو نو 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 نی 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 نو میں ہوں کون ارے دیوانو مجھے پہچانو کہاں سے آیا میں ہوں کون میں ہوں کون میں ہوں کون میں ہوں کون ڈان 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 यारों का यार हूँ यारी में सच्चे छुराते हो मैं नहीं मैं नहीं दुश्मन का दुश्मन हुआ दुश्मन में सच्चे छुराते हो मैं ही मैं नहीं आवारा बेचारा पागल को सौदाई दुनिया में समझा है कौन अरे मेहमानों मुझे पहचानो नाम है माहिल इस्माइल अरे मेहमानों मुझे पहचानो ये है शबखन तू बेखन या तू बेखन या तू बेखन no 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 yeah